тиби муқаррарӣ ба онҳо ҷавоб дода наметавонист. тиби психиатрия бошад ба девонаҳо сару кор дошт. ва барои онҳо на девона буданд ва на сиҳат байнда буданд. барои ҳамин онҳо рафта муроҷиат мекарданд. мо солҳои 90 боз табибоне пайдо шудем ки ба мо дар кор аст ягон 20 сол ки боз ин майдонро ба даст бигирем ва тиби равониро ҳам, вале ҷои табибони рӯҳӣ ҳаст. мо асосгузори тиби маънавии тоҷикро Абубакр ар-Розӣ гуфтем. با کتاب او تیبی معنوی رو پیشنهاد کردیم و اون شکل‌ها و واسطه‌های تواوتی که در اونجا گفته شد ما اونها رو از روی نقطه نظر علمی حاضر زمان و اون دستاوردهای علمی روانشناسی و روان درمانی و دستاوردهای آخری علم اون در عموم ما یک علمی با قوتی تیبی معانی ساختیم و اون رو ما اساس گذاشتیم تیبی معانی معاصر که امروز ما میتوانیم که مردم رو کمک خوب رسانیم و این رو هنوز دکترها متاسفانه همش نمیدانند و امروز بدانند که هست چیزی که آن چیزی که دامله‌ها کوهن میگفتن، طبیبان روحی پیشین میگفتن، امروز ما همون چیزها رو فقط اصطلاحش دیگر و اسلوب تبابت دیگر است، نزدیکتر به بشردوستی. تشکر از شما. شنوندگان عزیز، اینچنین بینندگان گرامی، برنامه گفتگوی ویژه هر هفته روزهای چهارشنبه از طریق رادیو صدای آسیا به طور مستقیم پیشنهاد شما میگردد. همزمان روزهای جمعه و روزهای یکشنبه از طریق تلویزیون رگر این برنامه را ساعت 20 میتوانید که شما تماشا بکنید و روز شنبه باشد ساعت 17 این برنامه شکل تکراریش باز دوباره از طریق رادیو صدای آسیا پخش خواهد شد. و محترم دکتر، اینجا میخواستم بدونم که در بدن انسان چه خالگی به وجود می آید که جنها آنجا مکان بگیرند؟ چه چیز باعث می شود یا چه خالگی در بدن انسان پیدا می شود و جنها؟ و قبلا میخواستم بدونم که خود جن اولا در روحی در روان انسان جای میگیرد یا در بدن؟ به همین خاطر کمی معلوماتی که پوره نیست. درست است. من فهمیدم. میخواستم که این برای اون که به این سوال من جواب دهم اول باید یک چیز شرح بدهم. باشد. مثلا میگیریم آدم را. آدم عبارت است، اگر بگیم سیریشت است، سیریشته ارگانیسم عبارت است از سیستم های رگ و دل، سیستم های هاضمه، سیستم های عصب، سیستم گوییم که استخوان تکیهگاه، سیستم های موشک، سیستم های رگ، سیستم های اندوکرینی و عموما سیستم های عبارت هستند از عضو. مثلا دل، سیستم های رگ و دل از دل، رگ ها، وینه ها، ارتریا ها، کاپیلر ها. مغز سر، سیستم عصب از مغز سر، از هرامغز، از تارهای عصب عبارت است. سیستم هاضمه از دهان و سرخروده و که معده و غدود زیر معده و تلخه و جگر و روده ها. همین طور هر یک سیستم از عضوها عبارت است. عضوها عبارت هستند از بافته، بافته استخوان، بافته مشک، بافته جگر، بافته دل. بافته ها عبارت هستند از حجیره ها. حجیره ها عبارت هستند از مولکوله ها. مولکوله هایی که ما مولکوله آب میگوییم، مولکوله های سفیده میگوییم و این مولکوله ها عبارت هستند از اتم. اتم عبارت است از الکترون، پوزیترون، میگوییم که ذره های خرد نیوترون. آنها عبارت هستند از نیوترینو و خردتر بازون هیگز. با دیگرها همین خیلی عبارت هستند خردتر و خردتر و گوییم که عالم ذره های خرد الفا، بتا، گاما، دلتا، رنگین و دیگر موج ها هستند. اینها عبارت هستند از ذره های خردترین که ما آنها رو موج میگوییم یا که نور میگوییم. در همین جا دانش انسان به آخر میرسد. جن ها از عالم انا همان موج هستند. دوریشون حس کردید؟ بله. از عالم ما خودمون دیده دوری آنها رو حس کردید؟ از عالم ما که متریالی هست، ما سه چنکه هستیم، اینقدر دور هستند و این گویم که برای تا اونجا رفتن و قبول کردن علم این قوه ها رو هرچند که هستند وقت در کار است، جهان بینی باریک در کار است. روان از آنجا میبیند این موج ها. برای آن که یک انسان یک موج کسل کند باید اول در اون سطح موجی و بعد سطح گویم که
الکترومگنیتی، از اونجا در سطح گویم که الکترونی، پوزیترونی، از اونجا گویم در سطح اتمی، مولکولوی، حجیروی و بعد عضو کسل می شود. یعنی اینقدر دور و دراز است و این موج ها تنه ما، بدن ما در نظر آنها مانند سکه فوتبال است، آزاد میگذرند. ساختار بدن ما در نظر آنها اینمی خیلی است، آزاد میگذرند. برای شرح دادن ما یک اتم فهمانیم. نگاه کنید، اتم دارد یادرو که نیترون و در اطراف الکترون. نگاه کنید، مسافه را دیدید؟ همین اتم کیهان کلان کرده است، ما آفتاب و زمین نمیبینیم. مسافه را دیدید؟ اکنون ما خودی آدم عالم جن هست و این یک اتمی کیهان. گوییم اگر آدم گیریم، اگر در جای جن مانیم آدم، یکی در نظر داریم گوییم که حجم آدم را، ما اگر در جای جن مانیم حجم آدم را، آدم و نسبتی آفتاب و زمین مسافه دیدید چه خیلی است. این برای چی این چیز من گفتم؟ یعنی نمیتوانند در بدن انسان بیستند. فقط آنها مانند که تلویزیون موج گرفته صورت آواز میکند، معاینه سر انسان مثلا پیش نظرش حجیره هایی که نیرون هایی که تصور و خیال دارند، آنها این موجه که گرفتن همان را در تلویزیون معاینه سر یا که در رادیوی معاینه سر یا که در عقل معاینه سر یا در حس معاینه سر میدهند و آن حس کرده می شود. آنها مکان این خیلی جا عموما داشته نمی توانند. تشکر از شما. تشکر میکنیم از شما، چون طبق یک چند پرسش که قبلا به عنوان ما آمده بود، زیاد میخواستند بعضی از علامت در بدن خیش میدیدند و میخواستند بدانند و این سوال اینجا مطرح شود که چی نشانه های اساسی در انسان پیدا شود که اون می شود تشویش شد که جن تاثیر رسانده است به اون نفر. بسیار سوال عجیب است. یکم اینکه این تشخیص است، آنها نمیتوانند این چیزا بفهمند، فقط متخصص میتواند بگوید. این یک مسئله. دویم مسئله، پیش از آن که انسان به عالم جن وارد شد و بیند آنها را، او رو تیار میکنند. کسی او رو مجراب میکند. اساسا در پیش کودکان چون این چیزها رو گفتن خوب نیست. یکی از گیره های مشکلی آورده به تفکر ملت ما، این گیره جن است. انسان ها به اون دور باور میکنن و پیش خود رو نمیبینن که چیزهای عقلی در کار هست و عامل های چی گفتن در کار است. عامل های عاقلانه گفتن در کار است که آدم را چطور کسل میکنن و چطور برهم میزنن. ما گفتیم یک خلار اینقدر میکروب ها رو میکشد. همین جن ها هم خلارهای خود را دارند که آنها را از در علم استفاده بری به شکلی دارو هستند که آنها نیست میشن، آن موج ها نیست میشن، آنها موج هستند. اینقدر آدم ها را ترساندند که آدمان در حالتی که مثلا حتی خواب میبینن یا که یک کس نقل میکند، یک آدمی عادی رفته دیگه که من امی خیلی جندار هستم، همون جماعه همون جبودگی تلخکف میشد. اینقدر ترسی چقور در ضمیر آنها گذاشته شده است. انسان فرشته دار است. حاضر اگر شما رفته گویید که من خواب دیدم فرشته ای را، فرشته ای به من چنین گفت یا فلان، هرچند که باز پیغمبر گفته است که مباشرت بین خدا و بندش برهم نمیخورد. همه وقت با واسطه خواب بینی که فرشتگان میارند انسان رو خبر میدهد، هرچند که سخن رسول خدا است. ولی چون بگویی که من فرشته دار هستم باورت نمیکنند. تو را مجبور میکنن، تو اگر به جن باور نکنی، تو چرا باور نمیکنی که وقتی که در قرآن سوره جن هست همین خیلی میکنن انسان رو باور میکنن جن ها هستن، ولی در قدرت و قوت آنها که به انسان رسانده میشد باور نباید کرد. انسان باورش به 7 است، از آن جمله یک باورش به فرشتگان است. در یگان جا گفتش نشده است، چی در فرهنگی چی در مثلا مفهوم های عالمی خوردی حاضرکی به جن ها باور کنید. وقتی انسان به چیزی باور کرد
از همون چیز هم فایدهش است هم آسیبش است. برای همین این مردم از این حالت برآوردن لازم است تا اینکه بر تفکر کار کند، عقل کار کند و سمالات بسازند و راکت ها بسازند و تکنولوژی بسازند و چیزهای بسازند که سبب رشد و نموی این مردم آسیای میانه شود. چون که نه تنها مردم ما بلکه اکثر مردم آسیای میانه در زیر غصب گره انعمی مفهوم جن ماندند و کشادن آن برای عالمان بسیار مشکل آمده است. حتی چنین میشد که تا سالهای ما این مفهوم رو روشن کردیم در جمعیت خود، اکثر کسانی که منصبدار هم بودند به این چیز داده میشدند و این سبب آن بود که بسیار کسانی که به این سر و کار میکرد امکانات در جمعیت فعالیت رو داشتند، چون که آنها اجازتشان میدادند. وقتی که ما این چیزا برآوردیم و این چیزهای علمی دادیم و شرح دادیم و مفهوم‌های خوبی علمی رو دادیم، یعنی این کار نکرده کار آنها را، احترام گذاشته به کار آنها، فقط یک تحولات اِوولوسیونی همین دید انسان ها نسبت به جهان باریک عوض شود، بسنده است که عقل ما باز به کار درآید. تشکر از شما. شنوندگان و بینندگان عزیز، اگر پرسش دارید از سه وسیله میتوانید استفاده کنید: 93 404 41 84 90 404 41 84. این رقم های وایبر، واتساپ و ایمو 939 59 03 25. خب تا اینجا هم یک پرسش دیگر من در بابت خود تاثیررسانی جن ها که از شنونده بود برای شما پیشنهاد میکنم و بعدا به دیگر قسم برنامه میگذاریم. خب نفر برای ما چنین سوال داشت که صبح هنگامی که از خواب میخزد به یگان دردی زیادتی بدیدن یگان خواب میبیند که پایها و دستانش سیاه هست، گویا کدام یک ضربه به اون وارد شده است. اما همون میگویند که عجینه پوچیده است. بله، چون این گپ هست مفهوم است، منم وا میخورم. البته یک چیز است، بعضی کسلی ها دردها هستند که در روزانه حس نمیشن، شب حس میشن و هنگام خواب انسان همون جای خودش رو میمالد. این یک مسئله. دویم، کسانی هستند که ویتامین C در آنها نمیرسد و فولیوی، کسلتای فولیوی نمیرسد که اریتروسیت ها خون سرخ را مستحکم تر کنند و ویتامین C رگ ها را مستحکم کند. همین چیز که نمیرسد، رگ های آنها تیز میشکند. یعنی روزانه حتی که آنها را کمتر سرزنش هم کنی، ضرب جسمی رسانی، آنجا سیاه میشد. در زنها بسیار وقت دیده میشد. مثلا من حاضر تاثیر رساندم و تنه او سیاه شوی بد میشود کن وقتی شب پیدا میشد و این چیز رو، این گفته ما نیست، این ما یافتیم وقتی ما برطرف کردیم و یک کس هیچ باور نکرد. ما شب کمی رو در گیران مونده تا روز دیدیم که او چندین بار دستان خود رو حتی میگزد. یعنی که درد شبانه، این ترس و واگوس میگویند، شاهیگری، تارهای عصبی پاراسیمپاتیکی، که بعضی دردها در همین حالت خروج میکنند ولی تا هوش نمیروند، در زیر هوش هستند آن دردها. برای آن دردها آنها وقتی که مالش میتن و همین سیاه پیدا میشن. من گفتنی هستم که عالم باریک از آن جمله عالمی جن ها با ماتریا تاثیر رسانده نمیتوانند. یعنی آنها نمیتوانند یک چیز را بردارند و در سری آدم بزنند. اگر این کار را میتوانستند یگان آدم زنده نمیماند. یعنی که آنها عالم خود را دارند و در بعضی حالتها با زیادی آن شمالی گویم که موجی که آنها هست که میتواند عالم اتمسفر را، هوا را جنباند و بعضی به ماتریا ها، بعضی چیزها مانند ورقهای تنوک، یگان چیزی که یگان شمال یگان چیز دیگر را کند، ممکن است این کار کنند. ولی با عالم ماتریالی تا حال علم ندیده است و در مشاهده ها هم نیست که آنها با عالم ماتریالی تاثیر رسانند. میتواند آن موج جن در سر انسانی باشد که عملهای ویران را کند. ما میدانیم که میتواند یک موج انسان را اداره کند و چی فرشته باشد که انسان را اداره کند، یا که چی موجی گوییم که شیاطین یا قوایی گوییم که جن ها. برای همین در این مسئله آدمان آسوده باشند که آنها را تاثیر رسانده نمیتونند، ولی با واسطه ابرز صورت ترس و با واسطه فکر ناراحت کننده، فکرهای منفی، آن وقت سبب آن می شود که تاثیر می رسانند در دو طرفی معینه سر، چپ و راست نیمکره ها
و آن تاثیرات این دو احساس و فکر به مغز ما بیانی می شود هیپوتالاموس و در آنجا ادرنالین حاصل می شود و سبب تست زدن دل، بلند شدن فشار، کشش خوری رگ‌ها و بیخواب شدن آنها می شود. منتگذارم از شما. اکنون میخواهم با سمت دیگر این موضوع بگذاریم. در دنیا هستند نفرانی که ادعا دارند که با جن ها همکاری میکنند. این دعوای اونها تا کجا حقیقت دارد از دیدگاه علم؟ البته به خاطر که خوب اون اکستراسنس هایی که امروز در شبکه های تلویزیونی اکثر کشورها دیده می شود که چقدر قدرت نمایی میکنند و بعضی از نهادهایی که البته به خاطر بعضی از سرها را فهمیدن خواستن در مسئله جستجوی بعض از جنایت ها که میگویند از افرادی که گویا که دارای این قوه هستند استفاده میشود. علم تا کجا؟ درست است. ما هم بعضی کارمندان حزب حقوق را هم از اکسترا سنسوری که خبر میکنیم، یعنی فراست میگوید. اصلا کارمندان سود بسیار وقت میبینند که میخواهند که در وقت پروسس های سودی خطا نکنند. یعنی آنها یک چی دارند، فراست سودی که آنها رو چی میگوید به غیر از باز قانون و دیدن کمبودی ها، یا که گویم که قانون در نتیجه رسپت معین سبب می شود که در خلاصه براری دو دیله می شود. برای همین آنها از فراست خود استفاده می برند. این در علم پورا استفاده برده می شود و ما حتی دانشجویان رو درس می دادیم، دانشجویانی گویم که دانشگاه طبی رو حتی در این مسئله درس می دادیم. من یک چیز گفتنی هستم که البته در عالم موج ها بسیارند و ما نگاه کنید حاضر اگر همین فضای همینجا بوده رو یک تلویزیون رو بیاریم، یک آنتن رو، تا 1000 کانال رو ما میخوابیم. فقط آنهایی که آدم ایجاد کرده است. اکنون آن کانال هایی که از دیگر سیاره ها میبیاند، آن کانال هایی که پیش از این مثلا موجود بود و وجود داشتن، آنها نهایت بسیارند. یعنی که این آن عالم نهایت غنی است از موج ها و بعضی آدمانی هستند که می توانند معاینه سر خود را میزراب کنند با همون موج هایی که گوییم که موج های جن، در اصطلاح که ناخوانک اصطلاح جن، و آن اخبار را بگیرند، چون که هر یک واقعه، هر یک حادثه از خود شبح دارد. هر یک کاری می شود ایزی خود را در فضا می ماند. مثلا ما حاضر اگر همین جا یک گویم که چیزی گل خوشبو رو بیاریم، گل را می برند ولی بویش می ماند. هر حادثه و کارهایی که در عالم می شوند یک شبح خود، یک ایزی خود را می مانند. همون اکسترا سنس ها همین ایز را می یابند با گویم که بلندی حساسیتی بوی یا شنوایی یا بینایی. حساسیت آنها از معیار بیرون است، از معیار آدمی بیرون، چون آدمان هستند و باز از این بقوه تراش هستند که آنها خودشان میگویند که میر دخوف با عالم مراجعت میکنند و کانال های خود را میکشایند که آن عالم با این وارد آنها شده با آنها اخبار میتید، چون که دیدی آن عالم با این عالم دیگر خیلی است. خیلی میگن ارواح ها ما را میبینن، ما آنها رو نمیبینیم. این یک طرف است، طرفی که اکسترا سنس ها هستند. ولی در فرهنگ تصوفی ما این چیز هم هست که آدمانی هستند که آنها رو میگن فراست مومنی، اکسترا سنس هایی که ویرویش باوری زیاد دارند به خدای خود و آنها را فرشتگان خبر میکنند. هست کسانی را که جن ها خبر میکنند و عالمی هست که عالم انسان های راستین را فرشتگان خبر میکنند. نیت از چی عبارت است؟ اگر کاری که انسان میکند نیتش نیک باشد، برای منفعت مردم باشد، آن وقت فرشتگان را کمک میکنند. ولی اگر انسان این کارها را کند ولی نیت غرضناک باشد، آن وقت به او جنها کمک میکنند. یعنی انسان ها می توانند با این عالم ها رابطه کنند و برای این مشق های مخصوصی روحی هستند که انسان ها سالهایی دراز مشق میکنند، چون که با این زینه رسیدن.
تا اینکه آنها به این عالمی مثلا باریک یعنی که وارد شوند. و البته چنین علما هستند و آنها در زیر نظارت هستند. تشکر از شما. از شما تشکر میکنیم. و چیز دیگر دکتر، چون این تقریبا یک ساعت صحبت شما با اندیشه من چنین یک فکرهای رو جا کرد که میسازد اکنون که اون نفرانی که در چنین فکرها پابند شدند و همون تمرین های روانی خیش که فکر میکنم حالی ما وقت داریم بیش از یا تقریبا 10 دقیقه، همون اندیشه هایی که مردم ما پابند هستند میشود از معنی های اونها دورتر کرد. البته این مشق روانی هست. دو روز بشینند، کسانی ما را میشنوند، کسانی ما را میبینند و آگاه باشند که انسان از طبیعت جدا نیست و انسان مجموعه موج ها هست و کدام موجی که انسان راست باشد همان موج را میگیرد و خوب است که شما با موج های نور روشن، موج هایی که شما را خبرهای خوش میدهند، موج هایی که مسئله های زندگی شما را حل میکنند، موج هایی که در دایره علم و عقل هستند، با آنها راست باشید. درست بشینید، خود را در بین معینه سر قرار بدهید، به نام شعور کیهان سر کنید و پناه بجویید به سوی آن، چون که موضوعی اندک نازک است و من هم حس میکنم که کمی زنگ زدن مردم این از آن است که شاید شنوندگان ما بسیارش از اطلاعات های نو در حالت شوک صدموی قرار داشته باشند، ولی به هر حال شما بدانید آگاه باشید که می توانید حالا از خانان ما گوش بدهید تا اینکه میزراب خود را، نسترای که معینه سر خود را به قوه های عاقلانه، خیرتمندانه و فرشتگان و آنهایی که شما را کمک کننده هستند و آن چیزهایی که عالمی درست و راستین را میسازند، زندگی شما را خوب میکنند، سلامتی شما را بهبود میکنند، راست شوید. بدن خود را سر دهید، گردش خون خود را حس کنید. بدن ما از گردش خون بی درد می شود و شما حالا حس میکنید که بسیار درد شما نیست شدن میگیرد، چون که گردش خون درست شده، معینه به فعالیت درست کار میکند و آن چیزهایی که تا امروز شما را عذاب میدادند سر شما را ترک میکنند. شما امروز میدانید که هر 10 ساله و هر 100 ساله کسانی پیدا میشوند که حقیقت علم را به شما میگویند. بشینید درست آزاد و جاذبه زمین را حس کنید که قوه جاذبه زمین همه سیاهی و زمینی را از شما میگیرد و نور آفتاب از بدن گذشته شما نفس خود را درست و آزاد میکنید. گویا که زنجیرهای بسته از قفس سینه کنده میشوند و پرده سیاه و زمینی از سر دل گرفته میشود. وجود تازه، روشن و آزاد است. دقت دهید به پیش نظر خود. ببینید که در پیش نظر شما چی میاد و چی شما باور دارید، از چی شما میترسید، چی چیزها در سر خود ساخته اید. بدانید آن چیزی که شما در سر خود ساخته زندگی شما همون خیل می شود، آن نقشه زندگی شماست. آن را تازه کنید، مانند که شما حور آب را از تیریزه تازه می کنید. مانند که شما در زمانی که مکتب می خوندید یا که حالا می خوانید، آن چیزی که در دسکه نوشته شده است با یک لطه تر آن را تازه می کنید. همین طور پیش نظر خود را تازه کنید. هر چی که بود تا امروز و باور کنید و نور روشنی را در قلب خود جا کنید. قلب شماست پیوست شوی با نور. انا همین طور است مشقی که شما هر روز باید تکرار کنید و خیلی بهبود و خوشبخت خواهید شد. تشکر از شما شنوندگان عزیز. این چنین بینندگان گرامی، برنامه گفتگوی ویژه هر هفته روزهای چهارشنبه از طریق رادیو صدای آسیا به طور مستقیم، روزهای جمعه و یک شنبه از طریق تلویزیون رگر ساعت 20 پخش می‌گردد. این چنین شکل تکراری این برنامه را روزهای شنبه ساعت 17 میتوانید که از طریق رادیو صدای آسیا دوباره بشنوید. در برنامه موضوعی داغ و مهم جامعه بررسی کرده میشوند و در این سلسله برنامه‌های ما
محترم دکتر محمود کبیرزاده متخصص طب شرق و روانشفا از نگاه علم به این یا آن مسئله روشنی میاندازند و فکر میکنم که در بابت بالا بردن دانش علمی ما و شما خیلی هم یک خدمت و سهم بزرگی خیش را میگذارند و من در فرجام از محترم دکتر اظهار سپاسی خاص میکنم. سلامت باشید. و نباید فراموش کرد دوستان عزیز که اگر برای شما مستقیما میخواهید که با محترم دکتر تماس داشته باشد در این یا آن مسئله که برای شما کمک ضرور است میتوانید که از رقم های دویم عمل کننده محترم دکتر استفاده کنید که رقم ها هست 906 5 تا 3 و نهایت رقم 1 906 5 تا 3 و رقم 1. تا روز دیگر شما را به خداوند پاک و بنیاز میسپارم. خیر.